تا سینه مرغ نقلی در اومد 80,000 تومان. سینه‌ها رو خیلی خوشگل وسط قبضه می‌کنیم. بریم واسه یه مرینید خیلی خوشمزه. یه لیوان شیر 5000 تومان. پاپریکا، چیلی، سیر و کره و پیاز رو قشنگ ترکیب کن. اینم از نمک. دیگه سینه‌ها 1 ساعت داخل مرینید میمونه. 4 تا این گرفتم 52,000 تومان. توستشون کن. چه عطری داره این مرینید. این اندازه 10,000 تومان روغن ماهیه. 150 گرم آرد. داخل آرد، مجدد داخل سس و دوباره داخل روغن دو. ترکیب سالادمون در اومد 13,000 تومان. کلم سفید خورد شده، عویج رنده شده، سس ماینز، سرکه بالزامیک یه قاشق، نمک، خیار خورد شده، گلوریای قرمز فراوون، یه قاشق هم عسل، سس ماینز. اینم از اصل موضوع. دقیقاً در اومد 150,000 تومان. دونه این 37,500 تومان. اگه من واسهتون سرو کنم این ساندویچای خیلی خوشمزه رو من در بیاد 880,000 تومان. درست کن حالش رو ببر.